ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترور شد. محال روزی این جمله رو بشنوی، چون قدرتمندترین و امن‌ترین اسکورت جهان متعلق به رئیس جمهور آمریکاست. اول آزمایش میکنیم. توی مسیر عبور لیموزین یه تره انفجاری با کنترل از راه دور کار میذاریم. ماشین رد میشه اما هیچی منفجر نمیشه. چرا؟ چون همیشه یه خودروی مخصوص جلوی لیموزین حرکت میکنه که سیگنال‌های پارازیتی پخش میکنه و هر نوع بمب یا دستگاه ریموتدار رو از کار میندازه. میریم سراغ تهدید دوم، اما باز شکست میخوریم، چون دو تا لیموزین کاملا مشابه کنار هم حرکت میکنن و هیچ کس نمیفهمه رئیس جمهور دقیقاً تو کدومه. شیشه ها هم از مقاوم ترین نوع دنیاست که هیچ روش تأثیر نداره. قول مرحله آخر هم RPG، اما تا نشونه میگیریم یهو دود کل منطقه رو میگیره. کار همون خودروی پارازیت اندازه که وقتی تشخیص بده حمله ای در جریانه، نارنجک‌های دودزا رو فعال میکنه. از 1 تا 10 به امنیتش نمره بده و اگه دوست داری هر روز چیزای جدید یاد بگیری، پیجم رو فالو کن.